سفارت تاجیکستان در روسیه روز 20 دکامبر سال 2023 با گذشت 5 روز از مناقشه تاجیک‌ها با پلیس در بازار صدوات، بزرگترین بازار شهر مسکو و منطقه مرکزی روسیه، بالاخره درباره این حادثه اظهار نظر کرد. سفارت گفت که این قضیه را مورد پیگیری و نظارت قرار دارد. برای دریافت جزئیات بیشتر این حادثه با مقامات دخلدار روسیه در همکاری زچ می باشند. گفته می شود از حساب کارمندان سفارت برای معاین و مشخص کردن علت رخ داده به جای واقعه گروه کاری سفربر گردید و با شهروندان جمهوری تاجیکستان که در بازار صدوات فعالیت می نمایند کارهای فرماندهی گذرانیده شدند. سفارت افزود که نمایندگی دیپلماتی برای حل شفاف قضیه مذکور در دایره قانونگذاری دولت اقامت تلاش خواهد کرد. سفارت هم زمان از شهروندان جمهوری تاجیکستان خواسته است که قاعده های بود و باش دولت اقامت را رعایت نمایند. واکنش سفارت تاجیکستان به مناقشه مهاجران اکثرا تاجیکان با پلیس در بازار صدوات در حالی است که مقامات روسیه علیه تقصیران تاجیک سوراب یوسپوف با اتهام زورآوری نسبت به پلیس و تأخیر پلیس به ضد 11 نفر دیگر از مهاجران تاجیک با اتهام افباشی گروهی پرونده جنایتی گشودند. همین طور دادگاه نهایی لوبلیانو اخیراً 51 اشتراکچی مناقشه در بازار صدوات را با جرم اطاعت نکردن به امر پلیس به حبس مأموری انداخت. 22 نفر دیگر را به اخراج از قلمرو روسیه محکوم کرد و به بازداشتگاه مهاجران فرستاد. بنا به اطلاع دریافته اکثریت کل این مجازات شده ها زادگان تاجیکستانند که شام جمعه 15 دکامبر در بازار صدوات با پلیس به خاطر حمایت از یک تقصیران تاجیک وارد بحث شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در پی مناقشه در بازار 82 نفر دستگیر کردیدند. تقصیران 21 ساله تاجیک سوراب یوسپوف که بازداشت او به مناقشه شام جمعه در بازار صدوات آغاز گذاشت از سوی دادگاه لوبلیانو تا 16 فوریه سال 2024 به حبس گرفته شد. به ضدش 2 ماده کودکس جنایتی روسیه، ماده 318 زورآوری نسبت به نماینده حکومت و ماده 319 تحقیر نماینده حکومت پرونده جنایتی گشودند. سرایست تفتیشات شهر مسکو خبر داد که الکی در مناقشه با پلیس در صدوات دست داشتن 11 نفر معاین کرده شد. 6 نفر آنها را الکی برای بازپرسی و انجام دیگر حرکت‌های تفتیشاتی حاضر کردند. از نوار نشر کرده مقامات دیده می شود که دستگیر شدگان همه تاجیکند. بازار صدوات که در حدود نویه لوبلیانو در کناره‌های جنوب و شرقی پایتخت روسیه در پهلوی مکات در میدان 40 هکتار جایگیر شده است. با بیش از 8000 مغازه‌اش بزرگترین بازار شهر مسکو و روسیه مرکزی به شمار می رود. در بازار صدوات صدها زاده تاجیکستان کار می کنند.